به هر چیزی که توجه کنیم اون چیز رو وارد زندگیمون میکنیم. سلام دوستان، من نادر هستم از کانال انرژی مثبت. میخوام در مورد توجهمون صحبت کنیم و توجهمون رو روی چه چیزهایی بذاریم تا اون چیزها رو وارد زندگیمون. توجهمون ما اگر روی افکار منفی باشه، افکار منفی رو وارد زندگی میکنیم. اگه توجهمون روی قسط، بدهی، وام باشه، قسط و بدهی وام بیشتری و وارد زندگی میکنیم. اگه روی ترس، مرگ باشه، ترس و مرگ رو وارد زندگی میکنیم. پس دوستان، توجهمون رو روی مثبت‌ها، کارهای خوب بذاریم تا این چیزها رو وارد زندگیمون کنیم و زندگیمون رو بسازیم. اگه تا حالا ما را ساب نکردید لطف کنید ما را سابسکرایب کنید. توجه ما باید روی افکار خوب، کارهای خوب و روی مثبت اندیشی باشه تا تمامی این چیزهای خوب رو وارد زندگیمون کنیم. اگه توجهمون روی افکار مثبت باشه، چیزهای مثبت وارد زندگی ما میشن. اگه توجهمون روی ثروت باشه، ثروت وارد زندگی ما میشه. اگه روی سلامتی باشه، سلامتی وارد زندگی ما میشه. اگه روی عشق باشه، عشق وارد زندگیمون میشه. و اگر روی کمک به همراهان، روی کمک به مستمندان باشه، زندگی ما پر از عشق و شادی میشه. پس توجهمون رو باید روی کارهای خوب، افکار خوب بذاریم تا همه اینها وارد زندگی ما بشه. دوستان، ذهن ما دقیقاً مثل آینه عمل میکنه. به هر چیزی که توجه کنی اون وارد زندگیت میکنه. پس باید توجهمون رو روی خوبی ها، کارهای خوب و مثبت بذاریم تا مثبت ها رو وارد زندگیمون کنیم. دوستان، چند درصد شما کاربران توجهتون رو روی مثبت ها گذاشتید تا مثبت ها رو وارد زندگیتون کنید؟ اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد، لطفاً نظری، پیشنهادی یا انتقادی دارید در کامنت ها برامون بذارید. در پناه نور و عشق الهی باشید. خداحافظ و نگهدار شما عزیزان.